خیمه‌ها برای گریزه‌های احتمالی از افغانستان. این مکان را سال 2022 در ناحیه جلال‌الدین بلخی درست کرده بودند در 50 کیلومتری مرز با افغانستان. حالا مقامات تاجیکستان می‌خواهند در این مکان شهرک علاهیده بنیاد کنند. اکنون ما بینای مستحکم کاپیتالی می‌سازیم. یک شهرچه می‌شود اونجا برای 1000 کس گفته استادیوم. دوشیان خانه می‌شود. هر یک اویله با قریب توضیح بگم شما 1000 باشد چهارتگی 250 اویله با همه شرایطش ساخته می‌شود. این زمانوی می‌شود. اول شما گفتگیتون اگر رفتگی باشه اونجا پالاتکا بود تمام هیچ نبود بغیر از پالاتکا. اکنون مستحکم کاپیتالی می‌سازیم. از حسابی بانک و برنامه و بانکی آسیایی رشد مبلغ‌زایی کرده می‌شود 4 یا 5 میلیون دلار. نظرزاده گفت بیناهای نو با 3 هدف ساخته می‌شوند. برای شخصانی که در نتیجه آفت‌های طبیعی موقتاً به خانه می‌مانند شهروندان جمهوری تاجیکستان برای گریزهای احتمالی اگر گریزه شود و جمهوری تاجیکستان قبول کنند همونجا جاگیر میکنیم و سوم این برای گذراندن مشق‌های سیمولیاسیونی یک جای با وزارت اداره‌های داخلدار جمهوری و تشکیلات‌های بین‌المللی. مقامات تاجیک بعد بازگشت طالبان به قدرت پیش بینی می‌کردند که تا 10,000 گریزه از افغانستان به تاجیکستان می‌آیند، اما چنین نشد چون تاجیکستان ورود شهروندان افغانستان را بعد سال 2021 سخت محدود کرد. آن افغانستانی‌های هم که به تاجیکستان آمدند دوباره به کشورشان برگشتند یا راه کشور سوم شدند. اما با ادامه حکومت طالبان مقامات تاجیکستان آمدن گریزه‌ها از افغانستان را پیشگویی می‌کنند. در آینده که چنین حالت‌ها از سببی که وضع سیاسی در افغانستان چنین مرکب باقی میمونند، اما حکومت جمهوری تاجیکستان و خود کمیته رهبری کمیته تصمیم گرفتند که در همون جایی که ما شهرک خیمه‌وی کرده بودیم در آن یک شهرکی یعنی چخیل بیام با ساختمان بینای دو آشیانه تمام اینفراستراکتورش که برای بودوباش این گریزه ها نه تنها گریزه ها در حالت های فوق العاده هم ما میتونیم اون رو استفاده بریم. چنین کارهای ساختمانی با دستگیری بانک آسیایی رشد همین سال آغاز میگردد. قریب 3 سال است که در آن سوی مرز طالبان حکومت میکنند. حکومت تاجیکستان از یک سو برای گریزه‌های احتمالی پناهگاه میسازد ولی از سوی دیگر ورود افغانستانی ها را مشکل کرده است. در هر صورت مقامات تاجیکستان نگران وضع از افغانستان و از جمله ورود گریزه ها هستند. پناهجویان افغانستانی که سالها پیش به تاجیکستان آمده بودند اساساً در اطراف شهر دوشنبه زندگی میکنند. مقدار آنها کمتر از 10,000 گفته می شود. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.